قرار است کشف مهمی به ما نشان بدهند، آن هم در اینجا، قدیمی ترین بخش مسجد جامع ثابت. آنچه به تازگی کشف شده یادگار نوشته‌ای است که قرنها پنهان بوده است. دستخطی که برای نخستین بار مورد پژوهش‌های دقیق علمی قرار گرفته و احتمالاً متعلق به امام رضا علیه السلام، امام هشتم شیعیان است. متن و یادگاری اینجا نوشته شده، چنانکه عرض کردم به صورت حضرت علی ابن موسی، اللهم اغفر به حق محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین. کلمه اهدا و مئت حاضر شد علی ابن موسی در این مکانش به اصطلاح محذوفه و بعد یک دعایی که طبیعتاً شعار اهل بیت هست، اللهم اغفر به حق محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین، یعنی طلب آمرزش برای همگان با ذکر نام 5 تن و تاریخ که عرض کردم در انتها اومده، واژه اهدا به معنای 1 و مئتین به معنای